اندامك هفپیمانی اپوزیسیون سوریه را گهاند. کو سیاست سوریه دموکراتیک شاشه و رژیم سوریه نجه باوریه. احمد رمضان اندامه هفپیمانی اپوزیسیون سوریه دل دوانکی تلفزیونی جه کانالکا کردی را گهاند. کو سیاست انجمن سوریه دموکراتیک سیاست کا شاشه و نجه خوده و رژیم سوریه جی نجه باوریه. جبرکو ببن پیکرنان در حق کردین روش آوای کردستان رابویه. درباره جوین داویه دناور رژیم اسد و مسده ده احمد سربار کر کو پیوندی دناور هر دو آلیان ده نپیوندیک نویه و انجمن سوریه دموکراتیک باسکی سیاسیه جه چکدارین سوریه دموکراتیک ره و ولایتین یکگرتی پیشگیریا واندکه و بهوره شرری خسنا داعشیا ترور دکن که هن خاکا سوری لیروجالات فرات دست سرکرین کو او خاکین دولمندن. احمد رمضان آمجه پیکر کو بریان هاجی پیوندی دنابرا هر دو آلیان ده هیه. رژیم سوریه کرد لی روجاوای کردستان بیماف کرین و ناسنامه جه بشک مزن ستاند بون. اینا بوری ده شاندک جه انجمن سوریه دموکراتیک سردانا هن برپرستن رژیم اسد کرین و پیش روجا سوریه گفتگو کرین. کو او سردان جه دسپیکا کریزا سوریه و یا یکم بو. هر دوی درباره ده رمضان تکس کرد که سیاست انجمن سوریه دموکراتیک سیاست که نجسپاندیه جبر که هنجاران به امریکا ریه و جارنان به روسیا ریه و گود که ارمانجا رژیمی اوه کوان دورند بین کنترول آوان ده جارکادن دست سر بکن. نوبوری پیوندی دناور رژیم اسد دوره و بریا خوستر یا پی دیده به پیوندی که گرنگ به ناف کرد که جه دسپیک شورشا سوریه ده 7 سالین بوری ده هر دو آلی بهتریا خاکا سوریه دست سر کرن.